تبریز بهجت تخلص میکردم. تهران رفتیم، تصادفاً اون خونه‌ای که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم، اسم اون خانم بهجت بود، بهجت خانم بود. من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است. وقت مرحوم شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه. و فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمدلله سوره خوندیم برای اوان خواجه با اون حرف معمولیش که میگن ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی، من طالب اکفالم تو پاش و لازم گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو خاور علم در کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که چه دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. و اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشدیم. اون وقت گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درویشانی میخواییم، شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده، یه اسم فقیرونه‌ای به مفرمت. اون وقت دوباره باز کردیم. این سفر این غزل آمد که مصرعش این است که روم به شهر خود و شهریار خود باشم.